با تأسیس یابی جمعیت هلال احمر تاجیکستان 92 سال پر شد. با این مناسبت با تشبث بخش جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوغد در یک جایگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بوستان و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر بوستان در خانه اینترنت برای تربیت گرندگانی از پدر و مادر محروم مانده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد واقع در شهر بوستان عکس خیروی تحت عنوان یک جای کمک میرسانیم برگزار گردید. این چهاربینی همزمان با 25 سالگی تأسیس یابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و فرارسی سال نو میلادی 2020 بخشیده شد. در تالار خانه اینترنت که ایدانه آراسته شده بود، آموزگاران و شاگردان این مؤسسه اجتماعی جمع آمدند. نخست رئیس شهر بوستان رعنا هاشم زاده در نزد اشتراکداران چهاربینی خیروی سخنرانی نموده اوید با دستگیری و غمخوری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به یتیمان نیازمندان و تربیت گیرندگان خانه اینترنت ها ابراز عقیده نمود. همه شما صحتمندی کامل، سعادتمندی و به خواندنتان برای کنم تمنا دارم. امروز با دستگیری هلال احمر که امروز اقدام گرفتن که به تبریکات شما بیاییم، ما همراهی کردیم. البته تا روز سال نوی با یک چند تحفه‌های پیشوای معظم ملت ما شما دسترس میکنیم. دسترخوان ایدانه آراسته همه شمایان را از نام پیشوای معظم ملت تبریک و مبارکباد میگویم. سپس کاتب اجرایی بخش جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوغد پرویز جبارزاده سخنرانی نموده ابراز داشت که این بار اول نیست که بخش ولایتی جمعیت هلال احمر تاجیکستان به خانه اینترنتی مذکور کمک مادی خویش را رسانیده ایستاده است. در تمام 5 سال اخیر به این مؤسسه دولتی از جمله بخش بارها تجهیزات تکنیکی، لباس و مواد عضوقواری جمع به مبلغ بیش از 50,000 سومانی تقدیم کرده شدند. این نوبت به همه 79 نفر تربیت گیرندگان خانه اینترنت مواد پوشاک پایافزال‌های زمستانه خریداری گردید. همه شمایان از نام کلی امروزه مهمانان که ما با دستگیری رئیس شهر صنعتکاران شناخته ولایت سوغد را دعوت نمودیم که همه شما اونها را نظم به طالب جان اسماعیل و زرنگار زر در خدمت شما امروز که دسترخوان حساب حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان آراسته شده است. در پایان یک چهاربینی فرهنگی هم تشکیل کردیم. این را در یک جایگی ما با شما تماشا می‌نماییم. دولت، حکومت و خود پرزیدنت جمهوری ما پیشوای معظم ملت هیچگاه شما را تنها نمی‌مانند و منتداری خویش را به مقامات اجرایی حکومت دولتی میرسانم، چون که آنها ما را راهبلندی کردند، راهنمایی کردند و روی خط کودکان را که ما خطا نکنیم گفته وقتی خریداری پایافزال‌ها پیشنهاد نمودند، منتداری خویش را صمیمانه میرسانم. در چهاربینی همچنین نماینده ریاستی معارف ولایت گلسره تاشمتووا نیز اشتراک و استادان و خوانندگان این درگاه را با فرارسی سال نو میلادی 2020 تبریک نمود. من میخواستم از نام ریاست معارف ولایت به واسطه از نام آسیم قاسمیچ کریمزاده آسیم قاسمیچ منتداری خود را به جمعیت هلال احمری تاجیکستان رسانم که همین روز آمده اقدام گرفتن کودک‌های ما با فرارسی سال نو تبریک گفته به آنها تحفه‌ها سپارند. در وضعیت ایدانه به 79 نفر تربیت گیرندگان خانه اینترنت تحفه‌های آماده نموده بخش ولایتی جمعیت هلال احمر تاجیکستان عبارت از پایافزال‌های زمستانه تقدیم کرده شدند. برای آموزگاران و تربیت گیرندگان همچنین دسترخوان ایدانه آراسته شد. خوانندگان مکتب اینترنت را اولا به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رئیس ولایت سوغد محترم رجب‌بای احمدزاده، رئیس شهر بوستان محترمه رعنا هاشم زاده و به هلال احمر تاجیکستان منتداری خود و همه تربیت گیرندگان را میرسانم. همچنین در این روز طبق نقشه کاری بخش جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوغد به مناسبت 92 سالگی جمعیت به ساکن شهر بوستان معیوب گروه یکم روشن قربانوف که قبلا با عریضه درخواست نموده بود، عرابچه معیوبی سپرده شد.